در قلب دشت پاسارگاد آرامگاه کوروش بزرگ بیش از 2500 سال است که استوار ایستاده. این شاهکار معماری با ترکیبی از هنرهای یونانی، مصری، ایلامی و ایرانی نمادی از جاودانگی و شکوه است. 6 پله زیربنای مقبره نمادی از صعود به آسمان، جایی که تاریخ در دل سنگها نفس می‌کشد. دیوارهای ضخیم آهکی بدون ملات با دقتی حیرت انگیز ساخته شده‌اند. سقف هرمی شکل و 7 لایه بنا اشاره‌ای به عدد مقدس 7 در فرهنگ‌های باستانی است. با 2 مرمت اصالت و شکوه بنا همچنان حفظ شده است. آرامگاه کوروش یادآور شکوه امپراتوری پارس در دل دشت پاسارگاد جاودانه است. 7 آبان ماه روز کوروش گرامی